سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام استاد، زنده باشید. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و دارم باهاتون صحبت میکنم. استاد یه چند لحظه صحبت داشتم با کسانی که صدای منو میشنون. من همین الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم جای قمه رو سرمه و پشت کمرم خالکوبی کردم که نام مرا بنویسید بر ایوان نجف، نشد از نام سگ کف کتاب آلوده. و یه زمانی با تمام وجود و تمام قوت و تمام اوقات زندگیم دنبال این بودم که هیئت میرفت و به این چیزا اعتقاد داشتم، ولی یه جایی شروع به قرآن خوندن و رفتم سمت قرآن و وقتی قرآن خوندم فهمیدم که این قرآن جدا کننده حق از باطله و ما نمیتونیم مسلمون باشیم ولی به جز الله از کسای دیگه مدد بخوایم. از کسانی که صدای منو میشنون با همه وجود عاجزانه التماس میکنم بدون تعصب نرید قرآن رو بخونید که بخواد یه مهر تأییدی بر روی عقیده خودتون باشه. نه، قرآن رو بخونید که به حق برسید. شک کنید آقا شاید فردا پس فردا بمیریم، روز مرگمون باشه، وقت واسه توبه نداشته باشه. این از من حقیریست، از من کوچیکیست، از من برادر هموطنتون. یک درصدی به عقیده خودتون شک کنید، ببینید شاید آقا من میگم دینی درسته که خود آدم بهش برسه، نه از پدر به پسر رسیده باشه. به خدا اسلام انقدر شیرینه، انقدر خدا کلامش تو قرآن انقدر واضح و گویا گفته که خوندنش سر تا سر نوره. یه انسانی که الان تو آفریقا، تو آمریکا، تو خارج باشه و قرآن بخونه محاله، اصلا از محالات بتونه به حق شیعه، مثلا حقانیت شیعه برسه، به حقانیت اسلام میرسه، به الله میرسه. ازتون خواهش میکنم بدون تعصب برید سمت قرآن، مطمئن باشید که هدایت میشید. الله اکبر، الله اکبر. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکنه و در این راه ثابت قدم بداره برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه. الله نگهدارتون. الله نگهدار شما. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر میکنیم از این. ببینید نور قرآن وقتی وارد قلب یک انسان بشه دیگه جایی برای تعصب، برای خرافات، برای شرک و برای خواستن غیر الله سبحانه و تعالی نمیمانه. و این یک نمونهش، یک انسان متعصب تا این درجه که حتی کلمات شرکی رو بر بدن خودش خالکوبی بکنه و بعد به وسیله قرآن کریم هدایت بشه. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی ایشان را و همه کسانی که به سوی توحید و یکتاپرستی روی آوردن رو حفظ بکنه و در این راه ثابت قدم بداره.